سلام و درود خدمت همه. امیدوارم که جور و صحتمند باشید دوستای گرامی. یعنی اینجا که هست خان صاحب مدک پشتره مبره تو باشته یک نمیشه رقم پشتره مبره سخل پشتره بستنه این چیز خیلی هست. خان صاحب سلام علیکم، خوب هستی؟ بخیری؟ سلام دانش خوبی جامان جور بخیری؟ صحتمند بخیری؟ شکر فضل خدا. خان صاحب سخل بستنی؟ شغال امسال حاصل برادر جان زیز مال خرمون مال خوی خرمون مال امیار پوشم ببرم در بله دوال خیلاک بعد از او چپ. خو این در نظر چند شخل مونه؟ این دیخیل هم زی بیاد چی نه گو 5-6 سر موشه 5-6 سر؟ ره چند پشته تا حال برده؟ گو 4 پشتره 4 پشته ده. 4 پشته چند سر میشه؟ 5-6 سر موشه هزی که خیلی قد کده نه چند تخم زده دی؟ گو یک کاسه خوب بود دیگه. یک کاسه چند سر میه؟ کاسه خان دیگه معلومه کاسه خان کشته دیگه. یک سر نمیه. چند؟ یک سر نمیه. یک سر نمیه؟ نه. یک سر زده یک 4 سر میه دیگه تخمشی. نه 5-6 سر میه. 5-6 سر میشه؟ ره قدر ماست. دیگه از خل کشته دی خان صاحب اینجی شفتال کچالو یا او. جو بود دیگه نی چیزا بود دیگه عدسه. عدس چند سر کشته دی؟ عدس کم کشیدم یک جام کشیدم بس ان یک 4 سر میشه دیگه. به خاطر که او خیلی زیاد میشه نه عدس. تخمش ریزه یکم چیز کنی هم میگه یک عالم زمیر میگیره. آره. اینی هم کسته منطقه مدگه. اینیم درختای سیزمی. اینیم آغلای گلزاری نو. سابق را کسته خارزار مگو سال کسته گلزار نامش را بدل ده دیگه. اینیم کسته آغلای دور بیویه. خانم دیگه این پشترش دیگه دوالی بسته توی دیگه قریب دیگه کره. این خان صاحب هم دیگه پشتره را بسته کرد دیگه. بسته نکرد دیگه این پره شد دیگه قودای خشته. نکن خان صاحب تو بوگه گرنگه؟ نه بوگه یه قودهشی یک روز باشه آدم خوب کتاب پوشت کنه خوب جب جب کده باید؟ فقط بگه گیرنن کو ایرمه میشه اوخ سورده میسینی تو دیگه تن تو شو؟ بستگدون شاسویه گیرویه خان صاحب؟ بستگدون شاسویه که گیرویه؟ نه آسویه فقط قودهش جور باشه دیگه نکن دیگه آسویه قوده جا بیخی بیچم رسه خوب دانه نه خوب بوشاو داره. شخل کم پیش خوبه یا خوب خط نه خوبه؟ نه یه کم بیش شکسته خوب دانه نه دوربار میه خو یکی قد کشید هم کم بار میشه شیر میشه دوتر بر قد میشه دیگه دانه نه ره خوب الاف هم میشه می نه؟ ره الاف ازی برکت تویه از اشقا گیی قویه اگر دی زیاد باشه نوش جان بوز که میره مخره. نوش جان بوز که میره مخره. دیگه کشک کیل بوشه قدر باش یکم یعنی پشترم بسته شد دیگه. کمرباری که پشترم دهی پشتره کمرباری جورتیه اگه جب کمرباری کور سایر کو یک بار بغل خیلی جالب پشترم ده نه
سر مرا نیقش کوه نیقش غول سر کوره قبی دکتروده پیچه باری گردی پیچه بلندا والیبال میتونی؟ ای سبوگه ای چیز خیلی یا فقط بخشه ماله زامد رو بخیر بلده مال میکشی ره دیگه موتر میشه چند دیگه دونه مال داره گاو هم داره؟ مال است مال اوز ماله خب چی رقم؟ ره خب باید تو گوری دیگه رسون خانه خان صاحب گرنگه که سبوگه والله خوبه قدر گرنگ نیه چون خود پندکی کتا نیه دیگه خب ره دیگه هزیشه اون را ما سخت میشه مثال که بال تانی خواه بال مبلی تانی خواه ره خان صاحب گرنگه که سبوک والله من زوال که سبلگی یکم زنده منه خب آنچه بخیر والا دایخنه پشتر چی میوریش میشتی خلاص نموشد والا مو روزا داده من امون روزه بیده کندو بیده تاک دو روزای عزیز مشتر رو رو میدن میجشتم دیگه ناده خربو مربو نگرفتم دیگه یعنی زی پاس دیگه چپا رو جغول از این منده دیگه اینه ما شد دیگه خان صاحب چپا جغول شده انشالله دیگه از پاس خرمور میگیرم خب صد وقت خرمون شیم اگه چی شد ما میوم انشالله خب برکت مرکت بودی که واکی بود برکت بود رواج بود دیگه بود سه اترویش نما موگی اگو نه اگو مقصیاتی که در تو مرسد گور وقت خرمو گرفتو خب بل خرمنی مونی دیگه سر خرمنی سرخرمینی باید چونه ها خب ده سرخرمینی که برادر جان زیست مزه نمیده رواجی قدیمه نباید فراموشینی یعنی نه برادرم سرخرمنی کس رو باید برادر جان کنه زیست خواهیش میشه که لایگما اگر دیگه فراموش نکنه امور دریغ نکنه دیگه ام ویدیو نسول هر کسی که اوش کرد باید یک لایک و قلبک و میتیسا رو باید کنه نه دیگه بسیار نمی زمان هوا چطوره خوبه خنک شده نشته هوا خنک شده تقریبا دیگه برگشت دیگه سون طرف خنکیه دیگه زول دیگه می کرتی دیگه در کار دیگه دیگه صبح دیگه گازی پاس دیگه خنک میشه ان شاء الله دیگه گرمی خلاص میشه خو خدا کنه خوب خرمون دبل از بلکنی خان صاحب بیده برکت دیگه ان شاء الله توکل به خدا با خیر باشه دیگه روزگار تو خوش زنده باشی دوستان عزیزم دیگه تا برنامه بعدی دیگه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم روزگارشون خوش